سلام و درود زیاد، امیر هستم. خوش اومدید به ادیموب. همونطور که میدونید یوتیوب یه دنیای خیلی بزرگه، اما خیلی ها هستن که نمیدونن درآمد یوتیوب از کجا شروع میشه و چطور میتونن درآمد واقعی داشته باشن. خب اگه تا به مرحله مانیتایز نزدیک شدی و یا تازه فعالش کردی، توی همین ویدیو میفهمی که چطوری میتونی درآمدت رو نقد کنی و ادیموب چه کمکی میتونه به تو بکنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ درآمد و نقد کردنش، باید بدونیم که اصلا مانیتایز چیه و چند مرحله داره. باید بهتون بگم که تو مرحله اول خبری از تبلیغات یوتیوب نیست، یعنی یوتیوبی تبلیغاتی در اختیار شما نمیذاره و تنها راه درآمدتون میتونه یه سری دنبال کننده‌ای باشه که حالا میشه گفت که سابسکرایبر وی آی پی شما هستن و یه سری ویدیوهای اختصاصی واسه اونا میذارید یا اونا شما رو دونیت میکنن یا یه مبلغی رو میشه گفت به نوعی یه مبلغی رو به شما میدن چون از محتواتون خوششون اومده مثلا. اما خب متاسفانه کلا این داستان توی ایران کنسل و نداریمش. خب نوبتی هم باشه نوبت همون مرحله اصلیه که مرحله دوممونه. اون موقع دیگه شدی جز افراد واجد شرایط یوتیوب که یوتیوب دقیقاً داره باهات همکاری میکنه و به تبلیغات میده که بهش وای پی پی هم میگن. حالا چطوریه این داستان؟ این مدلیه که باید 1000 تا سابسکرایبر داشته باشی و 4000 ساعت واچ تایم و اگر که همونطوری داری رو ویدیوهای شورتت کار میکنی باید 10 میلیون بازدید داشته باشی توی 90 روز گذشته. خب حالا با هم دیگه بریم در مورد کلا تایم واریز و کلا نحوه حساب کتابش صحبت کنیم که باید بدونیم که یوتیوب میاد آخر هر ماه حساب میکنه و بین 21 تا 27 ماه آیندهش درآمد واریز میکنه. اما خب داستانی که داره این مدلی که همیشه یک ماه عقبه درآمدی که حالا به حسابتون داره واریز میکنه، یک ماه عقبه و میاد حساب میکنه و به حساب ادسنستون پول واریز میکنه و شما میتونید برداشت بزنید. اما خب نه، ما ایرانی‌ها نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر تحریما و داستانی که داره اینه که اگر زمانی یوتیوب یا گوگل هم بفهمه که ما ایرانی هستیم کلا بنمون میکنه. پس اینجاست که ادیموب وارد میشه و میتونه خیلی راحت با حسابای بین‌المللی که داره بیاد پولو بگیره و اصلا اینطوری هم نیست که نگه داره، صرفا 3 تا 7 روز طول میکشه. اون هم تایمیه که یوتیوب بخواد پولو واریز کنه و یه راست و مستقیم بدون هیچ سقفی پولو به حساب شما واریز میکنه و خیلی ایزی راحت میتونید که درآمدتون از یوتیوب رو نقد کنید و توی ایران به راحتی استفادهش کنید بدون هیچ سقف. خب خلاصش کنیم، چیزی که لازمه پس یکی این که مانیتایزتون کامل شه، دو این که تبلیغاتتون محاسبه بشه و سه این که به حساب گوگلتون واریز بشه که در واقع دیگه اینجاشو بسپارید به ما، خیالتون راحت باشه. بچهای ادیموب و ما همیشه کنارتونیم و خدا نگهدار.